مکتب و مذهب. امشب میخوام یک مقدار درباره تشیع در افغانستان و نقش شیعیان در افغانستان و همینطور مردم ترکمن برای بزرگان ما یک یاد و خاطره از تاریخ گذشته ترکمن و به اصطلاح سرزمین بابایی و اجدادی ما هست. برای کودکان هم یک نوع بالاخره آموزش تاریخ سرزمین پدری و آبایی خواهد بود. اولا تشیع در افغانستان سابقه خیلی طولانی دارد. اکثریت مورخین افغانستان میگویند مناطق مرکزی و تشیع افغانستان از سابقه ترین و قدیمی ترین مردمان این دیار بودند که اون زمان به اسم غرجستان و اسمای دیگری یاد میشد. ما چند تا مثال عینی و حاضر هم میتوانیم برای شما به خاطر قدمت تشیع در افغانستان یاد کنیم. یک از اون نمونه ها این است که مرحوم شیخ صدوق یکی از معتبرترین کتاب‌های حدیثی شیعه را نوشته به نام من لا یحضر الفقیه. شیخ صدوق از ری تهران بود. ایشان 800 سال قبل در بلخ افغانستان این کتاب را می نویسد. این کتاب یکی از معتبرترین کتاب‌های چهارگانه روایی و حدیثی تشیع هست. من لا یحضر الفقیه 800 سال قبل این را در بلخ افغانستان می نویسد. اینجا سوال، اگر در اونجا شیعه نبود، اگر در اونجا محب علی و اولاد نبود، چگونه شیخ صدوق که در اون زمان ری تهران کلن اهل سنت حاکم بود، کلن این مناطق سنی بودند، یعنی ایران تقریبا 300 سال قبل شیعه شده. شیخ صدوق 800 سال قبل از اینجا مجبور می شود، مهاجر می شود، فرار می کند، میره سمت مناطق مرکزی و مناطق بلخ افغانستان، اونجا کتاب شیعی را می نویسد. یک نمونه اش که همکنون هم موجود هست. نمونه دیگری از قدمت تشیع در افغانستان این است. ساداتی که در افغانستان زندگی می کنند به ادعای خودشون اینها از سمت مدینه و عربستان کنونی به سمت مناطق مرکزی افغانستان رفته است. حالا از نگاه شجره و پشتنامه اینها بررسی بکنیم. سادات مناطق مرکزی مانند یکاولنگ و مناطق ورس و پنجاب و غزنی و جاهای دیگر، اینها در اثر فشار حاکمان دوران اموی و عباسی از اینجا مجبور شدند، مهاجر شدند، آواره شدند، آمدن سمت مناطق مرکزی افغانستان. اگر در اونجا حامی نداشتند، اگر در اونجا محبان اهل البیت، اگر در اونجا پیروان علی زندگی نمی کردن، اینها چگونه اونجا رفتن و سکونت گزیدن و زندگی کردن و امروزه در بخشی از اقلیت افغانستان را اینها تشکیل می دهند. حتما شیعیان در اونجا بوده، حتما مردمان اونجا بوده که از اینها حمایت کرده. این تاریخ عینی است، این قابل انکار نیست. یا یکی از زیارتگاه‌های معروفی که در افغانستان هست در سرپل به نام یحیی ابن زید. خب ایشان در اونجا رفته به عنوان مبارز و جنگجو در مقابل حکومت اون زمان در اونجا به شهادت میرسد. حتما حامیان در اونجا داشته که رفته، حتما محل به اصطلاح مبارزه و طرفداران اونجا میخواسته برای خود تهیه کنه در مقابل حکومت اون زمان از مدینه و از سمت‌های عربستان کنونی مهاجر میشن، فراری و در اونجا در نهایت به شهادت میرسد. اینها نمونه‌های عینی از قدمت تشیع در افغانستان است. حالا مباحث آثار باستانشناسی و مسائل دیگر در جای خود محفوظ. پس تا اینجا میتوانیم ادعا کنیم که تشیع افغانستان یکی از قدیمی‌ترین مردمان و بومی‌ترین مردمان این سرزمین هست. و نکته دیگر این که این تشیع آنچنان محب علی و اولاد علی بودند که در سخت‌ترین شرایط، حاکمان جور و استبداد خفقان‌ترین شرایط را بر اینها حاکم کردند و الی اینها دست از پیروی علی و اولادش بر نداشتند. حتی در تاریخ با عنوان مثال ذکر کردند که در دوران معاویه در خیلی از جاهای حکومت تحت حکومت معاویه نامه فرستاده شد که به علی لعن و نفرین بفرستد، اما این مردم قبول نکردند همچون نامه معاویه را.
تنها نقطه در تاریخ تشیع در کل تشیع عالم، نقطه‌ای که به حضرت علی لعن و نفرین نکرده است تشیع افغانستان است. این از تاریخش. اما از نقش این مردم چنان مردم با وفا، با صفا و صمیمیت بوده است که حتی دشمنان سیاسی هش به صداقت این مردم، به پشتکار این مردم، به دین و ایمان این مردم، به استواری این مردم اعتراف کرده است. حتی در دوران معاصر من و شما یاد من و شما می آید اقوام پشتون که مخالف سیاسی اینها بوده است، هر حاکم پشتونی که روی قدرت رسیده است اینها را سرکوب کرده است. حتی همینها به تعبیر انگلیسی زبان جنرال ها و فرماندهان پشتون، نفر خدمت یا به اصطلاح به تعبیر امروزی ها سرباز در خانه اش را از مردم شیعی افغانستان، از مردم هزاره انتخاب میکرد. چرا؟ به خاطری که به صداقت اینها، به پاکی اینها ایمان داشت، در عینی که مخالف سیاسیش هم بود. این یاد من و شما میاد در دوران ظاهرشاه اکثریت فرماندهان و صاحب منصبان اردو و ارتش افغانستان هر کدامشان به عنوان به اصطلاح یک نفر خدمت یا یک سرباز در خانهشان داشتن. بیشتر اونها را از همین مردم مناطق مرکزی و مردم هزاره و شیعه انتخاب میکرد. چرا؟ حتی ناموسشان را بر این مردم اعتماد داشت. از صداقت این مردم بود، از پاکی این مردم بود. و در طول تاریخ تشیع در افغانستان هیچگاه این مردم زیر بار ظلم نرفته است. در تحولات سیاسی افغانستان در هیچ جای از تاریخ تحول سیاسی افغانستان پای هیچ قرارداد ننگین را این قوم و این مردم امضا نکرده است. حالا یک مقدار خودمانی صحبت بکنیم. در تحولات سیاسی افغانستان 2 مرتبه انگلیس در افغانستان آمد، هر 2 مرتبه قوم پشتون معاهدات ننگین را با اونها امضا میکرد. کمونیست‌ها وقتی در افغانستان آمد، اولین کسانی که سمت کمونیست‌ها رفت از قوم پشتون بود. وقتی ترنینگ غرب و کمک‌های غرب به مردم افغانستان باز شد، اولین قومی که بود سمت اونها رفتن پشتونا بود. به هر صورت میخواستم اینو بگم که این مردم با صداقت‌ترین مردم، زحمتکشترین مردم، فداکارترین مردم و مؤمنترین مردم در طول تاریخ تشیع افغانستان بوده است و هم اعتراف میکنند. این از بعد سیاسی و تاریخشون. در بعد علمیشان یکی از مردم با استعدادترین مردم تشیع در افغانستان همین مردم هست. با استعدادترین مردم، شخصیت‌های علمی، شخصیت‌های سیاسی، شخصیت‌های اجتماعی از بین این مردم بلند شده است. در بحرانی ترین شرایط این مردم به این کشور خدمت کرده است. از باب مثال یک مثال خیلی ساده بزنم. مرحوم آخوند خراسانی یک کتابی هست معروف به کفایت الاصول. در حوزات علمیه نجف و قم و مشهد تا همکنون تدریس می شود. همین آخوند خراسانی از افغانستان، از تشیع افغانستان است که در حداقل 100 سال است که این کتاب در بین علما یکی از معتبرترین و محکمترین کتاب اصولی حوزات علمی تشیع هست. یک طلبه در نجف با یک طلبه عراقی عرب با یک طلبه افغانی شوخی میکرد، برون درس بخونن. چیکار درس بخونیم؟ اگر ما باز درس بخونیم مثل یک آخوند میشیم که شما 100 سال دیگه مجبور میشین به اون کتاب شرح بزنید تا او رو بفهمین که چی هست. ما اگر درس بخونیم همچین چیزی میشه. شخصیت‌های برازنده از این جامعه محروم، در عینی که محروم بودند، در عینی که کمترین امکانات را داشتند، در عینی که در بدترین شرایط، در بدترین مناطق جغرافیایی، در کوهستانی ترین مناطق اینها زندگی میکرد. شخصیت‌های معروف، شخصیت‌های اجتماعی، شخصیت‌های علمی در جامعه بشریت تقدیم کرده است. امروز حضرت آیت الله فیاض، شما همین نسل معاصر همین مردم رو در نظر بگیرین. از نجف اشرف در دوران تاریخ معاصر از شاگردهای آیت الله خویی یکی از معتبرترین مراجع دوران معاصر حضرت آیت الله خویی بود. ایشان بزرگترین مکتب درس و بحث فقهی و اصولی را در نجف داشت. در حدود 30 سال ایشان در نجف تدریس کرد.
از میان شاگردان از لبنان و تا عراق و تا ایران و تا افغانستان بزرگ